السلام علیکم اکی حاجی داملا، طریق درست نکاح گذرانی چگونه است؟ خواهش میکنم تیزتر جواب گویید. طریق درست نکاح گذرانی چگونه است؟ حبیب خدا میگوید اربع من سنن المرسلین، 4 چیز از سنت های پیغمبر خداست. یکم الحیا، حیا داشتن، این یکی از سنت های پیغمبرها هست که باید همه ما و شما هم با حیا باشیم، حیا داشته باشیم. دوم و تعطر، دوم چیزی که سنت پیغمبرهاست خوشبویی کردن است. من چندین بار در اطراف این صحبت داشتم، باز با شما تاکید میکنم که امروزها خوشبویی ها الحمدلله در این بیرونهای مسجد فروخته می شود. از زمانها گرفته استفاده برین، همیشه بدن شما باید خوشبویی کند، چی در نماز چی بیرون نماز باید که خوشبویی در شما وجود داشته باشد همیشه. و سواک، سیوم سواک، مسواک کردن، دندانها را شستن، این هم از سنت جمعی پیغمبر هاست. و چهارم النکاح گفتن، نکاح هم سنت از سنت های رسول اکرم به شمار می رود. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حبیب خدا گفت کسی که اگر از همین سنت من، یعنی از همین، چه از خوشبویی، چه از حیا، چه از مسواک، چه از گویم نکاح اگر پشت میگرداند وای از ما نیست، گفتن حبیب خدا. لیکن افسوس که سرانیدگی باشد خیلی کم است، خیلی کم است. شاید از 100 نفر یا 2 نفر یا 1 نفر باور که یافت شود خلاص. اکثر نکاح های شب همش باور که آلوده خرافات و بدعت و دیگر گناه ها قطعی آلوده شدگی هست. شب دراز گویم نکاح میکنیم، مردم زیاد جمع میکنیم، خب از آن جمله گویم دخترهای زیاده که عفت ندارن، دخترهای زیاده که گویم هیچ کدامش یگان رویمال و یگان گردنبند در گردنهاشان وجود ندارد. اطراف دختر ما و شما در جمع میشوند 20 نفر 30 نفر، بعدا طلباتشان چی است؟ فقط همین است که زمان این دختر تن و نفس خودش را با این جوان میبخشد که اگر شما 50 یا 100 سامانی با اونها دید، کدام شما پیش راه همین کار را گرفتیم؟ کدامت؟ وقتی سوال می شود، وقتی جواب کی میگیریم، باید شما این عملی کنین، آخر اینو در عمل اجرا کنین. آن دخترهایی که از گویم که جانب شهر 100 سامان و با زیادتر شعال آیسته آیسته امروز 100 سامان شده است. آلی آیسته آیسته او روز یک جوان گفت که ما در یک معرکه اشتراک داشتیم $100 گفتن. آلی آیسته آیسته همین هم رفتن میگیرد اگر پیش راه همی کار ما نگیریم. و چی حقوق دارد که 100 سامان یا $100 ما و شما را میگیرد؟ چی حقوق دارد؟ و چی خدمت کرده است در حق دختر ما و شما؟ برعکس با این گونه دخترها اگر دختر ما همنشین میشد، امروز کسی برای سراغ او نمی آمد، در 20 و 25 میرفت شوهر نمی یافت. اما او شما پروا ندارید. بعدا وقتی که میگیم خیلی نکاح را که سر میکنیم، اکو خیلی زنکا میدانند. نه، زنکا نمیدانند. تو مسئول هستی در نزد پروردگار، تو در نزد خداوند جوابگو هستی. برای همین باید نکاح روبرو شود. نکاح شاهد امروز باید ما ترک کنیم. این شاهد بازیش این یک گویم که امین یک نکاح امروز 2م درجه یا 3م درجه هست. نکاح باید روبرو شود، دختر از یک طرف، بچه از یک طرف. در بین باید داملا موعظه کند، حق شوهر و حق زن باید خبر دهد و بعدا نکاح اینها را بندد. این از طریق درست نکاح. جوانان را میبینید امروز شکر خدا اینقدر پیشرفت در علم شده است، میره میبینی بالای کرپچه با همون پتینکاش نشستگی هست. چه حاجت است؟ این هم یکی از خرافات است. برای همین شبهای نکاح را باید شبهای خیلی گویم
با موعظه و با پند و نصیحت گذرانیم. ما یک بار برای شما گفته بودیم که همون شب توی باید شب نکاح باشد. مقصد از ما چی بود؟ مقصد شما یک روز دیگر را برای نکاح جدا نکنین که خراجات بیهوده می شود. لیکن هیچ بهبودی از بعد جواب گفتن نمی بینیم. هیچ بهبودی نیست. کوشش کنین همت الحمدلله همون نکاحی که می شود بین همون دو مسلمان می شود و همون نکاحی که می شود بین همون دو تاجیک می شود. پس با یکدیگر مصلحت کنین. شب نکاحتون شبی باید که با پند و نصیحت باشد، شب کم اسراف باشد و این شب برای شما بهترین شب باید به شما رود. بسیاری چیزایی هست که امروز در اقتصاد ما و شما زلال دارد. یکی شما میگه خیلی چی گپی ندارد. نه، گپ دارد. عاقبت مشکلات های زیاد میارد. دیگر ما و شما این بعد از بالامان بیرون کردن نمیتوانیم. یک نفر شخص میآید یا نمازخوان است، میبینی آدم مسلمان است، میآید اون نام شهجت است، میآید همین قدر خبر میدهد که یک ساعت پس شه میآید. باید این شهجت حتمی که یا جامعه یا کرته باید یا پول داده شود که شه می آید. شه آمدی چی گپی نه، یک آدم خاکی بود است آمدن بگیرد نمی خانه. با برای آمدن او چیکار کنیم؟ چی چیزای نادرست داره؟ همه اینا خراجاتن. 4 کرپه که خودمان پولش دادگی از بالای ماشین می فرارد. این کسا میگن کرپه خنبون چی از با چی نامی دارد، اینم پول دادن در کاره. یک آدم دیگه یک تخت دیگر راست میکند، اونم پول دادن در کاره. همه این پول دادن در کار. اگر برای اسلام و برای ثواب گیم، اینا نه از اسلامن نه ثواب دارن. باید اینا دما و شما مبارزه بریم، اینا را از بین دور کنیم. آخه همون مبلغایی که در او صرف میکنیم را در بهبودی خانه و در کمبودی های خودمان صرف کنیم، انشاءالله این دما اجر ثواب میگیریم. با یک گروه گویم که اوباش میگن اینا را، این شهتازگیرا را در خد راه سادگی باز مثال طلا و تارا، اینش حرام است. اینش مجبور کردن، اینمی غصب از راه گویم که یک میداری یک آدم او مثال پول و مالش میگیره، مثل همون است. این میرم در تمام محله ها وجود دارد. در تمام محله ها ما دوست می‌داریم، مثال می‌خواهیم که خیلی همون نماینده های محله ها، فعال های همون محله ها، پیشواها و سرورای همون محله ها هم برای پیشگیری همین شهدات چیکار کنن؟ کوشش کنن. همون روزهای توی مثال هیچ گپی نه، همون 1 ساعت یا نیم ساعت باید صرف کنیم و نگذاریم که همین معرکه در محله ما رخ دهد.